بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید. از آلمان به تماس میشم. آقای خالد جان بفرمایید برادر گرامی. بله. تشکر، بسیار تشکر زیاد از برنامه‌تون. بسیار برنامه خوب داره. مردم بیشتر روشن می‌سازه همیشه. تشکر از شما. هر وقتی که چهره زیبایتون رو می‌بینم بسیار خوشحال میشم. سلامت باشید. بزرگوارید شما. خیلی دوستتون دارم. سلامت باشید. الله متعال شما رو دوست داره. در مورد برنامه‌تون باید بگم که همین قبل از ما آقای محمد بود که صحبت می‌کرد، درست است؟ بله بله. همین آقای محمد که میاد صحبت میکنه از چی دفاع میخواد بکنه؟ اینایی که در پشت منبر صحبت میکنن مگه اینا آدمای معمولی هستن؟ اینا همه آخوند هستن، حجت الله هستن، آیت الله هستن. اینا مگه از دل خود صحبت میکنن؟ یکیش میگه که امام زمان صاحب اختیار تمام دنیاست، یکیش میگه که حضرت علی صاحب اختیار تمام دنیاست، هر شام در اختیارش است، هر شام در اختیارش است، زمین، دوزخ، بهشت همه در اختیارشان هست. پس الله، من این سوال از شما دارم آقای انصاری، پس این الله جل جلاله چی کاره است؟ همه قدرت اینا گرفتن. نه تنها به این امامایی که مثلا حضرت علی و به پایینتر میرین دیگه، به حضرت امام حسن عسکری، حتی به امام جلجلی و قلقلی نمیدونم چند امامایی که الان هزاران هزار امام اینا دارن، در امامزاده دارن در تهران، اینا هم صاحب اختیار تمام دنیا هستن، روزی میدن، رزق میدن، هر چی بخوای بهت میدن. پس اینجا این وسط الله چی میشه؟ این صفات الله که در قرآن بیش از صدها بار ذکر شده، پس صفات الله چی میشه؟ و دیگه اینکه این آخوندا که دارن این بحث را میکنن، اینا از دل خود میگن، اینا کتاب دارن، کتابشون پر از همین مزخرفات است. پس اینا که اینا را دارن میگن از همین کتاب پیروی هم میکنن. اگر شیعه هم هستن مطابق همین کتابهای شیعه هستن که دارن، از کلینی و مجلسی و جزائری و خمینی و از تمام کتاب‌های اینا پر از همین چیزا هست. پس اینا از چی دفاع میخوان بکنن؟ همین آقای محمد که داره دفاع میکنه اول یک کمی فکر بکنن و بعدش هم شما مثلا درباره این گفتید که حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این اختیارات کاملی که اختیاری که خداوند داره، این که خداوند بهش نداده به حضرت محمد رسول الله، پس به این امامات این اختیار داده شده. آدم تعجب میکنه به خدا. اینا یک کمی به خود بیاین، متوجه باشن. اگر ما شنیده بودن که ایرانی‌ها زیاد دانشمند هستن، ایرانی‌ها زیاد آدمایی هستن که مثلا تحصیل کرده هستن، از اینا چطور اصلا تصورش میکنن که این اختیاراتی که خداوند داره، این صلاحیتی که خداوند داره، میتونه یک بنده که یعنی حضرت علی کرم الله وجهه ما بسیار بهش احترام داریم. اگر حضرت علی خودش در روزی که به شهادت رسید توانست کاری بکنه، چرا اگر غیب میدونست قبل یعنی ابن ملجم مثلا نتونست دستگیر بکنه؟ چرا ندید؟ چرا به کسی نگفت که آقا میاد مرا شهید میسازه دست بگیره دستگیری بکنه؟ و اگر مثلا کلیپ پخش میکنه که میگه امام زمان شکست‌بند است، حضرت علی چی میشه مسائلش؟ یعنی آدم تعجب میکنه. با خدا من نمیدونم اینا به کدام مذهب میگن ما مسلمان هستیم؟ در دین اسلام که همین دین اسلام قانونی است، ما افغانی هستیم. در تمام مساجدهای افغانستان بیا نگاه کن ببین، یک نفر پیدا نمیشه که به اهل بیت پیامبر بالاتر چیز بگه، کمتر چیز بگه. اهل بیت در همون چیزی که تعریفش در قرآن است، همون تعریفش به ما امامای ما به ما یاد داده. ما اهل بیت دوست داریم، به سر چشم ما جایش است، و صحابه پیامبر همچنان سر چشم ما جایش است. یک ذره کسی جرأت نداره در تمام افغانستان به یک پایین‌ترین اشخاص اهل بیت حرف بد بزنن. چطور اینا میان در تمام ایران هر روز میبینی اینا بسیار آن چیز بد و بیرایی که نیست به صحابه پیامبر ما میگویند، به پیامبر ما میگویند. دیگه ما داریم سکوت میکنیم، بالاخره اینا هم یک کمی متوجه باشن. این آقای محمد هم یک کمی متوجه باشه، بالاخره یعنی باید هدایت بشه. هدایت شدن اگر پس قرآن که این هدایت نشه دیگه هیچ راهی برایش نیست. به خدا تشکر خالد جان برادر گرامی. الله متعال سلامت باشید. زنده باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارت.